بچه‌ها سلام علیکم. ما با اومدی با یه ویدیو دیگه ببینیم چه خبر میشه. درود به همگی. بچه‌ها لایک و ساب اینو فراموش نشه. منم اول کارمه. اگه نوبم فلانم دارم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه واقعا نمی‌تونم کاری کنم. بچه‌ها لایک و ساب فراموش نشه. کامنت فراموش نشه. دیگه چی فراموش نشه. زنگولو بغلم بزنید. سابسکرایب هم بکنید که زنگول بغل بزنید دیگه، که هر موقع بنده ویدیو میذارم اول نفری باشید که ویدیو بنده رو یعنی میبینید دیگه. والا نکنم دیگه، همین دیگه. و بچه بنده با گوشی هستم و اسپریسو اولترا اف ای یا اف ای بود، نمیدونم، یه همچین مذاکره دیگه. حالا گوشی از نظر من که فوق العاده است همه چیز. متاسفانه بازی من خیلی من که میخوام تبلت بگیرم دیگه، یا آیپد یا تبلت چیزی میگیرم. بچه فکر نکنید من پول دارم ها. اما همینم پدر مادرم پولشو دادم. آخه بنده خدا عزیز من، ای بنده خدا، خب غیبی تو چرا به اون موقع زدی؟ دیرتر باید میزدی. باز من تو غیبی هم دیدمت. خوشگل من. ای بابا این بنده خودم فرستادیم علیک علیک لابی. نه بچه تکی استارت کردم، همه تک هستن. سر همین دیگه هر کی بزنی راحت دیگه زرت و زرت میلادی. میخواستم بنده رو با بیوای بزنه. خیلی هم تلاش خوبی کرد دیگه، نتونست دیگه. خدا من همه چی دست خودت. بچه رسیدین بنده زردشت هست، بگم زردشت هستش دیگه. بنده نه به هیچ دینی نه به هیچ آیینی این احترام نمی کنم. احترامم خیلی چیز نمی کنم. کاری به کس تقریبا ندارم بجز اسلام. بجز اسلام که عربی هستش، وگرنه هیچی ندارم. یعنی مطمئن باشید کاری به هیچی ندارم. اسلام چون عربه من باش مشکل دارم، چون عربستان به ایران 1400 سال پیش حمله کرد و مثل خودمون هست که مثلا کلمه ببخشید میگم مفت خوری کرده. وسط جنگ و جهاد بودیم، اختلافات زیاد شده بود تو ایران، داستان داشتیم فلان داشتیم. عرب اومد اینجا مثلا یه سودی ببره، حمله کرد به ایران و ما رو 1400 سال پیش نابود کرد، از دم نابود کرد متاسفانه. و ما هم کمون نابود نکردیم. هر بار میخواستیم لشکرکشی کنیم، به قول کوروش بزرگ که میگه من یک بار به صحرای بیابان برهوت که در آنجا شتر و واقع بیابان عرب باشد ما نمیگذارم. اون که کوروش بزرگ بود، پادشاه ایران دیگه، 50-60 کشور دستش بود، نزدیک چند صد میلیون مثلا آدم زیر دستش بودن. اون که اینجوری بود، اما چه انتظاری هست. دیگه چی بگم؟ اوه شیت، چی گرفتم؟ به اعتماد زیاد برسه. سلام.
دست بکنم انمی اومدم موورنت رو زندم اینا باز کوشش باشه. بچه دیگه اگه کامنت و اینا نده واقعا ناراحت میشه، چون اونجا دیگه میتونم بخونم دیگه. شما به من بگید من چجوری بفهمم شما چه نظرتون چیه راجع به بازی من، راجع به سبک بازی من. من نسبتا از استریم اسنایپر بدم میاد، دارم همین الانم میگم. یار استریم رو نگاه میکنم راستی مثلا بچه فکر کنم بدونید که استریم اسنایپر به کیا میگم. یارو تو کاستوم روم یه بنده خداه یا نه مثلا مثلا میفهمه که یه بنده خدایی که استریمره یوتیوب و ایناست یا اینستا لایو گذاشته کنارشه، لایو رو در یه طرف تماشا میکنه با یه چیز دیگه، با یه وسیله دیگه، مثلا با گوشی با هر چیز دیگه اون لایو رو تماشا میکنه، میفهمه اون بنده خدا کجاست، با اسکوادش یا خودش یا با یاراش خونشن میان اونور که اون بنده خدا رو بزنن میگن ما زدیمه چقدر خفنیم ما، با اون ویدیوشون کنم میگن عجب این چقدر نوبه ما چقدر خفنیم. استریم به این بنده خدا میگم. بعد دیگه بچه یه تک به اسکواده زدم متاسفانه ویدیوشو نگرفتم، وگرنه الان خفن ترین چیز ایران بودم. یه تک به اسکواده زدم به نوبه خودم فوق العاده بوده. شما رو دیگه نمید دیگه حسرتون نمیخوام سر بزنم. باشم میگم دیگه تازه چیز یوتیوب رو شروع کردم. اگه دیدید نوبم هرچی بود تو کامنت لطفا بنویسید، نظرتون مطمئن محترمه. من فکر کنم الان سابسکرایبرم اصلا ندارم. ویدیو پخش نمیشه. بچه حتما لایک کنید که به دست همه برسه که دیگه نمیدونم دیگه. بچه حتما ازتون میرسید. بچه من راستی نمیدونم اصلا یوتیوب بچه پول در بیارم، اصلا نمیفهمم داستان چیه. آمو سلام علیکم ایرانی نه نیستی ای بی تربیت کنی باشم. بچه متاسفانه اسنایپ اینا ندارم نمیتونم بزنم. آها کی گفته ندارم؟ دارم خوبش هم دارم یورش هم دارم. الان سوار چاپر میشم این بند خدا میارم هفته باواش جلو چشاش. بچه دیگه یا خدا میشم آخ چیزشو کشیدم نمیتونم بکشم. بچه بریم سراغ این بنده خدا. ایشون شروع که من بخواستم باش تیم اپ کنم خودتون هم دیدید شروع که به من رفت نبود. نه یه 2 دقیقه دیگه بگید منو فشکش کنید خودو بنده خدا شروع کرد.
آخه ای بنده خدا، ای بنده نازنین، خب باز کی راش منو میدی؟ من که میخواستم با دوست باشم، تیم اپ میخواستم بکنم، تو راش منو دادی. ببخشید صدای قطع وصل میشه وقتی مایکو با صحبت میکنم، همین میشه دیگه، معذرت. بچه این یه نفر از اون میخوام نسمت کنم ببینیم چی کار میکنی. بک ما رو نزنم بنده خدا پیشش. یه مونم اینجا علکی جورت میکنی رو شما. بچه دیگه ببخشید از شما بچه راستی بنده وایفای ADSL دارم دیگه، به قول خودم وایفای فیبر نوری یا مخابرات اینترنت هم اونست. بعد دیگه همه چی راحته بچه، و با چیز خود گوشی دارم ضبط میکنم، رکورد میکنم. فردا که نه، من نمیدونم این چیز این کجاست، یعنی اسمش خودم نمیدونم این هنس ویدیو اینا کجاست، زبونم هم دیگه مغز دیگه نمیکشه، نمیدونم این چیزا کجاست دیگه، سر همین نمیتونم. اگه صدا ضعیفه یا هر چی بود تو کامنت بنویسید، چون من نمیفهمم ویدیوی خودم که نمیتونم بشینم ببینم، ادیت و اینا هم که اصلا نمیکنم، من اصلا بلد نیستم. من در همین حد یوتیوب میخوام تازه یاد بگیرم، تازه میخوام شروع کنم ببینم چی به چی کی بگه، چون همه ماشاءالله دوستان یوتیوبرن خدا رو شکر، کما دوکاسکان همه یوتیوبر همه خفن دیگه. گفتیم شروع کنیم، ما گفتیم ای بشه کسی برمیخوره. حال میکنید سوفیامتی که مثل آب خوردن زدم بند خوری یه تیر نتونست من بزنم. نه حال میکنید الله وقتی شما اگه وقتتون گرفته شد یا نظر ما این گوشه میکمپیم یه دقیقه بنده خود را صاف و صوف کنم. یه لحظه بچه اتچمنت هم توی ویدیو قبل گذاشتم و الان همه رو با هم میذارم. من روزی 2-3 تا رو سعی میکنم بذارم، روز و شبشون نمیدونم، شب و روزشون نمیدونم، بعدا میخوام یه تایمی مشخص کنم. حالا میگم داستان زیاد است، وقتم زیادتر. صدا تر میامد. بچه به خدا نمی بوده. خب این هم زدیم بنده خدا نصف شد. خدا بخیر بگذارم. ای بابا اینم اومد بزنیم، حالا شانس گرم ما زرتی سوار
ماشین میشه گازشو میگیره فرانه. بچه میبینی هی دارم برمیگردم از بند خود لوت باکس این بند خدا دارم برمیگردم چیز نیست. همیشه بردارید اینا رو، ضرر نداره که مثلا یه انمی 5 تا انمی جلوتون ثبت شد بتونید بزنید. مثل ماست وای نستیم بخوریم. مغز بازی هم که دارم بهتون یاد میدم دیگه آقا جان. من دیگه چیکار کنم؟ بازی خودتون دیگه من چیکار کنم؟ من واقعا چیکار کنم؟ شما به من بگید من همون کارو میکنم. جلو من انمیه اونا میبینید اونجا. سگاشم خودش کجاست اونم دیدیم. یه دونه اینه هم منوار داره. آجی براحتی میشه میزد. بچه زبون بازمون عربی هستش. حال میکنی بازیو؟ Chip terminal is almost ready. این منوارا رو زدم. تمام. ولک. واو خیلی خفن زدم. دم خودم گرم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. ببخشید کم کیل گرفتم دیگه. رو بزرگ خودتون دیگه هر چی کم کس بود دیگه ببخشید دیگه. واقعا معذرت میخوام. بچه‌ها فعلا بوس بوس. شب بخیر. فراموشتون نشه. خودمون رو لایک میکنیم دیگه. لایکاتون فراموشتون نشه دیگه. فعلا بابای گود بای چاو چاو دیگه. آلمانی هم واسه تون سخن میگوییم. باش فعلا خداحافظ.